در دوربین میتونیم نشان بدیم آفتاب گرفتگی را. هلال جور شده. به نظر من آفتاب گرفتگی در عشق است، چون دنیا یک رقم دیگه است، یک رقم متفاوت شده. خیلی جالب شده. خیلی قشنگ شده واقعا، خیلی متفاوت. چه شانسی آدم داشته باشی همچین منظره های را ببینی، همچین لحظات را تجربه کنی. خدای من. برای فعلا قسمت خیلی زیادی از هفته رو تاویل نگرفته، فقط یک قسمت چرا گرفته. واقعا خیلی خوشحالم از تصمیمی که گرفتم از اینکه بریم سری کوب کمپ بزنم و آفتاب گرفتگی را سعی کنم. شوقی دیدن آفتاب گرفتگی خیلی بیشتر از ترس ما بود دیگه. بالاخره آمدم دیگه، واقعا بی‌نظیره. همچین صحنه های را آدم کم میگیره در زندگی خود دیگه. واقعا خیلی خوشحالم که در ترس و غلبه کردم، آمدم و همچین منظره را دیدم. تقریبا 11 روز پیش، زمانی که در خبر شنیدم که قرار آفتاب گرفتگی رخ بده و در سوئیس هم قابل مشاهده، من هم تصمیم گرفتم که برم سری کوه کمپ بزنم. و چون آفتاب گرفتگی در آخری روز نزدیکای غروب رخ میداد، به مو خاطر برای از اینکه بهتر بتونی آفتاب گرفتگی رو ببینی باید در یک جای بلند بودی. من گفتم از این فرصت استفاده کنم، برم سری کوه هم کمپ بزنم و هم میتونم آفتاب گرفتگی رو ببینم. تقریبا وسط های روز بود، من هم آماده شدم، کلاه پشتی خود را بستم، تمام وسایل کمپینگ خود را گرفتم و آمدم سری کوه. به خاطر از اینکه هدف اصلیم کوهنوردی نبود، هدف اصلیم کمپینگ زدن و تماشای آفتاب گرفتگی بود و مخاطر نخواستم زیاد خود را خسته کنم و کوهنوردی کنم. برای همین تلکابین گرفتم و مسیر خیلی زیاد را همراه تلکابین بالا شدم. اما با وجود از او قرار بود 2 ساعت تا 2.5 ساعت دوباره پیاده روی کنم تا که در جایی که قرار بود کمپینگ کنم برسم. با وجودی که مسیر پیاده روی خیلی زیاد نبود، اما باز هم چون شیب خیلی زیادی داشت و چون وسایل کوهنوردی و کمپینگ من زیاد بود دیگه کمی بیشتر طول کشید. اما چون مسیر کوهنوردی خیلی قشنگ و خیلی متفاوت از مسیرهایی بود که من قبلا در سوئیس کوهنوردی کرده بودم، خیلی عالی و خیلی خوب گذشت. جای کمپینگ را برای امشب پیدا کردیم، جای هموار در منظره قشنگ و مهمتر از همه که منظره کامل از غروب آفتاب داریم. آفتاب این طرف غروب مونه و آفتاب گرفتگی هم که رخ بدیه دیگه کامل از این دیدم شکر ابر نباشه. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید در یک ویدیوی جدید از من. این ویدیو قراره خیلی یک ویدیوی خاص و متفاوتی باشه، چون که قراره که یک اتفاق خاصی بفته. قراره که آفتاب گرفتگی رخ بده در سوئیس امشب و ای آخرین باری که آفتاب گرفتگی در سوئیس رخ داده تقریبا 25 سال پیش بوده و دفعه بعدی که قرار آفتاب گرفتگی قابل مشاهده باشه در سوئیس سال 2080 تقریبا نمی‌فهم چند سال بعد دیگه. و من خودم این دومین آفتاب گرفتگیه که در عمر خود قرار بینگرم، انشالله که بینگرم. اولین بار که آفتاب گرفتگی رو من دیدم در افغانستان بود، سال 2019 به نظر من.
و گرچه آفتاب گرفتگی کامل نبود. به نظر من که مهتاب فقط 90% آفتاب گرفته بود و آفتاب گرفتگی که امروز قرار رخ بده هم آفتاب گرفتگی کامل نیست و 92% قرار آفتاب گرفتگی رخ بده، یعنی 92% آفتاب را قرار مهتاب بپوشانه. و البته در نقاط مختلف اروپا متفاوته، مثلا از در اسپانیا و بخشای از شمال اروپا میتونه که آفتاب گرفتگی کامل را مشاهده کنه، ولی در سوئیس دیگه 92%، ولی بازم خیلی عالیه. ما میگه تقریبا 11 روز پیش که خبرها را دیدم که قرار آفتاب گرفتگی رخ بده، پلان کرده بودم که برم یگان جای کمپ بزنم سر یگان کو تا که شانس زیر داشته باشم که آفتاب گرفتگی رو بینگرم. به بخاطر دیگه امروز آمدم سر یک از کو، کاملا یک منظره صاف در طرف غروب آفتاب داریم. چرا غروب آفتاب؟ به خاطر که متاسفانه آفتاب گرفتگی قرار ساعت 7:30 بجه شو، 7:30 بجه روز رخ بده که تقریبا امو تایمی غروب آفتاب میشه. به مخاطر دیگه باید یک جایی باشی، به مخاطر باید یک جای خیلی بلند باشی تا که بتونی بینگری آفتاب گرفتگی که رخ میده. به مخاطر ما آمدیم سری کوی امروز که هم کمپ بزنم و هم بتونم آفتاب گرفتگی رو سعی کنم. و از همه مهمتر میشه فقط آفتاب گرفتگی نیست، قراره که بارش شهابی هم داشته باشیم. به مخاطر دیگه کدام بهانه‌ای نداشتم که کمپ زدن نیایم سری کو دیگه. برای فعلا ساعت 6:20 یک ساعت تقریبا مانده، 1 ساعت و 10 دقیقه مانده که آفتاب گرفتگی شروع شود و ما هم دیگه جای کمپ را پیدا کردیم در یک جای خیلی قشنگ. در یک طرف ما کوههای خیلی قشنگه و طرف دیگه من کاملا صافه، یک منظره خیلی قشنگ از غروب آفتاب داریم، از آفتاب گرفتگی همچنان. و دیگه برای فعلا به صبرانه منتظرم و دعامونم که و انشالله که در شانسی از من زیاد ابری نشوه. گرچه اونو با هوا را سعی کرده آمدم دیدم که امروز ابری نیست، ولی در با هوای سوئیس واقعا اعتماد نمیتونیدم. هر چقدر آب و هوا را سعی کنی بازم غیر قابل پیش بینی. واقعا برای از آفتاب گرفتگی هم آمادگی کاملی گرفتیم، از جمله چیزی که خیلی مهم است برای مشاهده آفتاب گرفتگی عینک های مخصوصی آفتاب گرفتگی است که ایره چند روز پیش گرفته بودم و تقریبا در سوئیس پیدا کردن از ایده چند روز اخیر خیلی سخت بود. من چندین فروشگاه، چندین عینک فروشی و فارمسی رو گشتم، پیدا نشد. بالاخره تونستم از یک از فارمسی هایی رو پیدا کنم و این خیلی خیلی مهم است برای مشاهده آفتاب گرفتگی. غیر از اگر بدون عینک سعی کنی واقعا در چشماشو صدمه وارد میشه. اینا که صخره نورداین که میخواین بالای از این صخره برن و از اونجا آفتاب گرفتگی رو تماشا کنن. یک چیز نگران کننده ای که اینج پیدا شدم، یه ابرای سیاه که در بالای سر میه، ولی برای فعلا خوشبختانه طرف یا غروب آفتاب را ابرا نگرفته دیگه. امیدوارم که اینا هم برن زودتر گم شن زودتر گم شن دیگه، مزاحم آفتاب گرفتگی نشه به خدا. چون ما خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از اینکه تا اینجا تا سری کوره برسم تا که بتونم آفتاب گرفتگی رو سعی کنم. مگه این ابرا بیا بر هم بزنه خیلی بد میشه دیگه.
پیشتر میخواستم که فیلم بگیرم از صخره نوردا. وزیر نمیخواستم رقمی بانم که مرچه ها سرش حمله نکنه. باز در جیب خواهیم بخی زیاد مرفت. این خوبه چپم نشته در جیب من. همجا جایش سیفه. ما معمولا هرگز در کناوردی آهنگ گوش نمیدم، ولی این دفعه استثنائه. قرار آفتاب گرفتگی رخ بده دیگه. استثنائه این. اینم از منظره. خیلی لوکس شده به خدا. خیلی قشنگ شده، خیلی پاک، صاف. تازه متوجه شدم که سر صخره یک عالم نفره. کلگیش جان به نظر من امروز آمده به خاطر آفتاب گرفتگی سعی کنه، چون بلندترین قله مویه دیگه. کلگیشون صخره نوردی کردن تا که در اونجا برسن. هم سر از این قله خیلی نفر زیاده و هم سر از او و چندین نفر دیگه هم در حالی بالا شدنه. خب ساعت 7:35 شده، یعنی آفتاب گرفتگی دیگه شروع شده. منظره ایم که به نهایت قشنگ. ما هم دیگه عینکای مخصوصی آفتاب گرفتگی خود آوردیم. اینم از عینکای مخصوصی آفتاب گرفتگی. خیلی جالبه، خیلی جالب جور شده به نظر من، ولی خیلی چیزی مهمیه. تقریبا یک قسمتی از آفتاب، قسمت خیلی کمی از آفتاب را گرفته. خدای من خیلی قشنگ منظره. واو، نمیفهم که چطوری همراه کامرا نشان بدم. آفتاب گرفتگی را فکر نکنم همراه کامرا نشان داده شد. مهتاب در حالی پیشرویه. شاید یکان 10% چرا بری فعلا گرفته و ساعتی 8:15 قراره که بیشترین قسمتی از آفتاب را بگیره. خیلی مدت زیاد هم نمیتونیم امروز از عینک سعی کنیم، نباید بیشتر از 3 دقیقه متوالی سعی کنیم دیگه. واقعا خیلی قشنگه دیگه. یک سعی کنیم فقط نمی آفتاب دیده میشه. یک دایره سرخ و یک قسمتی آفتاب گرفته، مهتاب گرفته، سایه کرده، سایه انداخته. خیلی قشنگه، به نهایت قشنگه، ولی متاسفانه دیگه که امرای تلفن نمیتونم، امرای کامرای تلفن نمیتونم نشان بدم زیبایی را، ولی غروب خیلی قشنگ شده. منظره غروب واقعا خیلی قشنگه. واو،
واقعا منظره بی اندازه قشنگ شده. نور آفتاب شاید فهمده شود در دوربین خیلی کم رنگ شده، کم شده، در حالی که تا غروب نکرده آفتاب. خیلی منظور نزدیک غروب هم نیسته، ولی نور آفتاب خیلی کم شده، چون قسمتی زیادی از آفتاب را دیگه، قسمتی زیاد نشاید یک 30% را گرفته باشه برای فعلا دیگه. واقعا منظره بی نهایت قشنگ شده دیگه. از 30% بیشتر گرفته. واو. فعلا است ساعت 7:52 و ساعت 8:10 آفتاب گرفتگی در اوج میرسه دیگه. برای فعلا هنوز کمه، یعنی بیشتر از این سایه میشه، بیشتر از این هوا قرار تاریک شود. منظره واقعا بی نهایت قشنگ شده، بی نهایت قشنگ شده. هرچی تعریف کنم بازم کمم دیگه. نوری آفتابم کم کم شده موره، هوا تاریک شده موره دیگه. نوری آفتابم کم کم شده موره دیگه. هرچی طرفی ساعتی 8:10 نزدیک شدیم نوری آفتاب کم میشه، در حالی که آفتاب غروب نکرده. واو. واقعا خیلی خوشحالم از تصمیمی که گرفتم از اینکه بریم سریکو کمپ بزنم و آفتاب گرفتگی را سعی کنم، چون اولین کمپی که تنهایی آمدیم سریکو دیگه. خیلی دل به دل بودم از اول، کمی ترس داشتم برم نرم، ولی شوقی دیدن آفتاب گرفتگی خیلی بیشتر از ترس ما بود دیگه. بالاخره آمدم دیگه. واقعا بی‌نظیره. همچین صحنه های را آدم کم میگیره در زندگی خود دیگه. واقعا خیلی خوشحالم که در ترس و غلبه کردم، آمدم و همچین منظره را دیدم. به نظر من آفتاب گرفتگی در اوج خود است، چون دنیا یک رقم دیگه است، یک رقم متفاوت شده. خیلی جالب شده. خیلی قشنگ شده، واقعا خیلی متفاوت. چه شانسی آدم داشته باشی همچین منظره های را ببینی، همچین لحظات را تجربه کنی. خدای من، خدای من، این چقدر نور آفتاب کم شده. در دوربین نمیاد، دوربین آفتاب را خیلی کلان نشان میده اینجا، در حالی رقم نیه، در حالی که 50% آفتاب را تقریبا مهتاب گرفته. ولی چون نوری آفتاب خیلی زیاده دیگه، آفتاب چی کمره واقعا خیلی تواناییش نداره که سایش را نشان بده، نورش قوی تره. سعی کن دنیا چی رقمی شده، در حالی که آفتاب در آسمانه. ابرا یک قسم شده که انگار آفتاب نیه، انگار مثل غروب واری یا مثل تازه که آفتاب میخواد طلوع کنه رقمی شده، در حالی که آفتاب طول در آسمانه. دوربین میتونیم نشان بدیم آفتاب گرفتگی را. سعی کن چقدر آفتاب را گرفته. هلال جور شده. نیمی ساعت آفتاب گرفتگی در اوج میرسه. خوب فهمیده میشه آفتاب دیگه تقریبا انگار اصلا وجود نداره، کمی فقط نور، یا کمی نور داره. یعنی منظور مفهمیدم روزه ولی واقعا نوری وجود نداره، یعنی نمیفهمیدم آفتاب احساس نمی‌کنم. با خاطر خیلی هوا سردم شد یک دفعه.
دوباره آفتاب آمد. یعنی هوا یخ شد واقعا. برادم بیش از اندازه خوش شانس باشه همچین منظره های رو ببینیم. فقط یک هلال خیلی باریک از آفتاب مونده دیگه. هوا واقعا خیلی سرد شده. خوشتم راه خیلی بین کمپال آوردیم. آفتابم دیگه چند دقیقه دیگه در حالت اول برمیگرده و نیم ساعت بعد دیگه شاید غروب کنه در کل. به مخاطر دیگه باید خیمه خورم جا بیزنم قبل از اینکه هوا تاریک شه، چون سخت میشه هوا تاریک شد. خیمه هم که آماده شد. خدای من زیبایی سر زیبایی میره. اینم از زهره، نوبتی از یکی بدرخش. امروز دیگه کلا اتفاقات قشنگ قرار رخ بده. اولی که آفتاب گرفتگی خیلی قشنگ. بعد از که زهره آمده، البته اولی که آفتاب گرفتگی خیلی قشنگ بود، بعد از غروب که بی نهایت قشنگ بود و فعلا که زهره آمده و قراره که امشب هم بارش شهابی باشه. بریسوانی خواهی گرفته بودم قبل از که بریم.
اینم از آخر ویدیو. مرسی برای تماشای شما. لطفاً برای حمایت از من چینل مرا سابسکرایب کنید و این ویدیو را لایک کنید. تشکر و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.